بیش از 4 میلیارد سالی که داره میتابه. ستاره‌ای در وسط هیچ که در قلبش آتیشی جاودانه میسوزه. از انفجار نخستین اتم‌های هیدروژن تا تولد زمین و ما، همه چیز مدیون اونه. هر نفس، هر برگ سبز و هر موج دریا از این ستاره اومده، یعنی خورشید. ولی حالا تصور کن روزی رو که این نور دیگه نباشه، روزی که خورشید خاموش میشه. چی میشه وقتی خورشید خاموش میشه؟ میخوایم لحظه به لحظه این فاجعه رو بررسی کنیم. در عمق خورشید، جایی که دما به 15 میلیون درجه کلوین میرسه، اتم‌های هیدروژن در رقصی ابدی با هم میجوشن و انرژی به وجود میارن. ولی باید بدونیم که هیچ آتیشی تا ابد نمیسوزه. این ذخایر هیدروژن هم رو به اتمامن و در آینده‌ای نه چندان دور این قلب شعله‌ور از نفس میافته. اما در ابتدا هیچ کس متوجه نمیشه، چون خورشید هنوز همون خورشیده، ولی درونش مرگ در حال جوشیدنه. اما لحظه خاموشی، ناگهان در کسری از ثانیه واکنش‌های هسته‌ای متوقف میشن. درخشش سطح خورشید رو به خاموشی میره و میلیاردها تن پلاسما از حرکت میایستن و نور میمیره. اما رو زمین چه خبره؟ در زمین نخستین نشونه‌ها ساده ان. سایه‌ها محو میشن، رنگ‌ها سردتر میشن و چند دقیقه بعد خورشید مثل شمعی در باد خاموش میشه و بعدش هم سکوت و تاریکی مطلق. در 10 دقیقه اول زمین هنوز گرمه، چون نوری که خاموش شد تازه به زمین رسیده. اما بعدش آسمون تیره میشه و دمای هوا به سرعت سقوط میکنه. پرنده ها دارن گیج میچرخن، گیاه ها بیتاب شدن و فتوسنتز متوقف شده. هیچ نوری برای حیات باقی نمونده. اما 24 ساعت پس از خاموشی، میانگین دمای زمین به منفی 17 درجه سانتیگراد میرسه. اقیانوس‌ها بخار نمیشن، بلکه یخ میزنن. شهرها در خاموشی مطلق فرو میرن و نیروگاه‌های خورشیدی از کار میافتن. و همونطور که انتظار میره، مردم در خیابون‌ها فریاد میزنن و خبرها در آخرین لحظه پخش میشن. خورشید از کار افتاده. و جالبه که بدونید حالا دیگه ماه هم دیده نمیشه، چون نورش از خورشید میومد و دیگه خورشیدی وجود نداره که نورش به ماه بتابه. 5 روز بعد از تاریکی، دمای سطح زمین به منفی 40 درجه سانتیگراد میرسه. بادها دیگه نمیوزن، چون هیچ تفاوت گرمایی بین قطب و استوا نیست. در واقع زمین کره‌ای مرده در سکوت یخزده فضا. گیاهان از بین رفتن و اکسیژن در حال کاهشه و در نهایت انسان‌ها زیر زمین در ایستگاه‌های حرارتی و پناهگاه‌های اتمی مخفی میشن. دانشمندان به جستجوی انرژی‌های مصنوعی افتادن. همجوشی سرد، ژنراتورهای زمینی و گرمای زمین. اینجا تمدن به زنده موندن چسبیده، نه به زندگی. و اما 6 ماه بعد زمین به سیاره یخی تبدیل شده. اقیانوس‌ها یخ زدن و کوه‌ها پوشیده از تاریکی ان. فقط عمق دریاها نزدیک به هسته زمین هنوز یه مقدار گرمای ضعیف وجود داره. شاید اونجا جانورانی زنده باشن. انسان‌ها در پناهگاه‌های خودشون به کشاورزی مصنوعی روی آوردن. نور مصنوعی جای خورشید رو گرفته، اما فقط برای اندکی از مردم، چون جمعیت میلیاردی بشر به فقط میلیون‌ها نفر کاهش پیدا کرده. و در نهایت تاریخ جدیدی شروع میشه. سال اول پس از خاموشی خورشید. اولین سال پس از خاموشی به پایان رسید. آسمون دیگه هیچ نوری نداره و جو زمین یخ زده و منقبض شده. شهاب‌ها در آسمون نمیسوزن، چون دیگه اکسیژنی وجود نداره و زمین در مدار خودش به دور یک ستاره مرده میچرخه. انسان‌ها حالا به افسانه خورشید ایمان دارن. در دل تاریکی هنوز از نوری میگن که روزی برمیگرده. اما برخی از دانشمندان برای یافتن منبعی تازه از نور به فضا رفتن، ولی در سکوت کهکشان فقط سیاهی در انتظارشونه. اما در دل تاریکی ذهن انسان تسلیم نمیشه. گروهی از دانشمندان در اعماق سیبری پروژه‌ای را آغاز میکنن. شبیه سازی خورشید، ساختن ستاره‌ای کوچک درون زمین. اما چطوری؟ با هزاران راکتور همجوشی آغاز به کار میکنن و نخستین نور مصنوعی از اعماق زمین میتابه و بشر دوباره روشنایی رو میبینه. نه از آسمون، بلکه از دل خودش. شاید خورشید مرده باشه، اما شعله حیات هنوز درون انسان زنده است و اینگونه پایان خورشید پایان انسان نشد، چون نور هرگز از بین نمیره، فقط شکلش رو عوض میکنه. و تا وقتی ذهن ما روشن باشه، تاریکی هیچ وقت جاودانه نمیشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب کنید.